سلام دوستان، من محمد سبجم. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. دایی اومده اتچمنت بده داشه. دایی از خطه مازندران اومده به شما اتچمنت بده. دایی چند تا شات خفن ببینیم آجی. کم کم یکی گذاشتم، فقط دیگه بچا بهش اشاره نمیکنه. حواستون باشه 6 تا سریع اسکرین شات ها رو بگیریم بچا، بزنین که صدا دبه خیارشور بده. تمام گانایی که اتچمنتشو براتون گذاشتم و بچه باش پلی دادم، یعنی تمام این 6 تا 5 تا گان هست. یعنی تو بازی میبینی قشنگ لرزش صفر، نمیدونم خطای تیر صفر، دقیق بدون لغت. اچستش هم که نگم برات دیگه، حالا دو سه جا هست بچه. اصلا وقتی من زدم با خودم گفتم حالا وان شات نمیشه، آماده شده بودم واسه شات دوم. اینو ببین با اف جی زدش. خب یارش از اون پیچید، گفت آخ جان رفتم بیام تک بزنم. اینجاست که میگه بالا ببینم. ولی خب حالا بچه جدا از شوخی حاجی بتر کنین ناموسن، کامنت ها، لایک ها، سابسکرایب، هر کاری بچه ها میتونین بکنین. خدایی کلی ویدیو دارم من الان بچه تو کامپیوتر بالای، شاید بهتون بگم 20-25 تا ویدیوه. خب بعد ویدیویی که میذارم مثلا 7 تا بازدید میگیره کلا، 2 تا کامنت، مثلا 1 دونه لایک. خب من دلم نمیاد او 25 تا ویدیو رو مثلا آپلود کنم. میدونی چرا؟ الان مثلا آموزش لیدر بردن گان، حالا اچس خودم بوده ولی خب بقیه گانا هم فرقی نداره. آموزش لیدر برد رفتن گذاشتم، آموزش پرکای بازی رو گذاشتم، این پرکای که جدید اومده رو گذاشتم، بهترین اتچمنت ها رو گذاشتم. بچه خب حمایت نمیشه. ولی خب حالا من دل سرد که نمیشم بچه. من همونجوری که میبینی شما حمایت نمیکنین، رفتم نمیدونم هدست و آیپد و در شرف خریدن اینا هم بچه فدا سرتون. همین که بازم شما نگاه میکنین برای من بسته، ولی خب اگه بتونین بچه یه حال دیگه بهم بدین خیلی خوب میشه. ببین ایره گفتم فکر نمیکردم وان شات بشه، دیدی چی وان شات کرد. بچه اگه دنبال ویدیو آموزشی چیزی هستین تو کامنت ها بهم بگین، مثلا ما فلان ویدیو رو میخوایم بچه من براتون درست میکنم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. مرسی. Damn it.